ما 2 روز در وصف خلفای راشدین حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه صحبت داشتیم. امروز که باشد در وصف یار سیوم یعنی حضرت عثمان ذی‌النورین رضی الله تعالی عنه انشاءالله یک چیزی صحبت میکنیم. چه خوب می شود که امروز جوانهای ما از این بزرگوارها، از این پیشواهای دین نمونه و عبرتگاه بگیرند. وقتی ما تاریخ حضرت ابوبکر و عمر میشنویم باید برای خود ثواب بدهیم که برای چی که ما ابوبکر و عمر دور زمان نیستیم. باید از خود بپرسیم که برای چی که ما ابوبکر گونه و عمر گونه و عثمان گونه نیستیم. و این خاطر امروز هم باشه انشاءالله در وصف یار سیوم یعنی سیومین خلیفه، سیومین جایگزین جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه صحبت میکنیم. برادران عزیز، حضرت عثمان این خودش سیومین خلیفه پیغمبر بود. حضرت 11.5 سال خلافت کردند، یعنی در بین 4 یارها از همه زیادتر در اسلام خدمت کردگی، خلافت کردگی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه است. حضرت عثمان شخصیتی بود که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم بسیار دوست می داشت. حضرت عثمان ذی‌النورین میگن، یعنی صاحب 2 نور. و چه خاطر حضرت عثمان صاحب 2 نور میگفتن؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم 2 دخترش را برای حضرت عثمان داده بود. یکم حضرت رقیه را دادن. حضرت رقیه در نکاح حضرت عثمان بودن، وفات کردن، بندگی کردن. با حضرت ام کلثوم دویم دخترشون جناب پیامبر در نکاح حضرت عثمان در آوردن. وقتی دویم دخترشون در نکاح حضرت عثمان وفات کردن، بندگی کردن، حضرت عثمان میگه بسیار گریه و ناله و بیخودی زیاد کردن، غمگین شدن که یعنی خویش تباری من از جناب پیغمبر کنده شد و جدا شد و دور شد. جناب پیغمبر با خاطر تسلیت و خوشحال شدن حضرت عثمان گفتن ای عثمان، اگر من 40 نفر دختر می داشتم، اگر چی می مردن یک روی یک دیگر روی دیگر یعنی در نکاح تو می در آورد. اگر من دختر می داشتم با تو را می دادم ای عثمان. یعنی که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم حضرت عثمان بسیار دوست می داشت. حضرت عثمان شخصیتی بودن که بسیار شخصیت با حیا، یعنی شرمگین، بسیار حیای عالی داشتند. حضرت عایشه مادرمون روایت میکنند که میگه حضرت عثمان حیاش به حدی بود که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم روزی میگه در خانه حضرت عایشه بودن و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه آمد در پس در حضرت عایشه، یعنی در روزه اجازت پرسید برای داخل شدن. پیغمبر بزرگوار میگه به یک پهلو غیریده بودن، پاها دراز. عایشه مادر میگه که ساقهای پا یا اینکه فخذه های پای جناب پیغمبر نمایان بودن، لبی کرتشون بالا شده بود. میگه حضرت ابوبکر داخل شدن، جناب پیغمبر در اون حالتی بودگیشون ایستادن و حضرت ابوبکر صحبت کردن. کمی گذشت که از خفای وی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه آمدن. میگه حضرت عمر هم اجازت پرسیدن، جناب پیغمبر اجازت دادن، داخل شدن. میگه با همون حال ایستادن. کمی گذشته بود که از خفای وی حضرت عثمان آمدن. وقتی اجازت داخل شدن پرسیدن، میگه جناب پیغمبر خیستن در جا نشستن، لبهای دامن روش کردن، یعنی پایها رو بار کردن و حضرت عثمان قبول کردن، گفتن داخل شد. داخل شد، صحبت کردن، کیسه کوتاه بار آمده رفتن. حضرت عایشه مادر میگه از جناب پیغمبر من پرسیدم تو یا رسول الله حضرت عثمان نسبت به حضرت ابوبکر و عمر فضیلتش زیادتر است که شما نزد وی خیسته و نشسته؟ ابوبکر داخل شد یعنی به همون حالت بوده ایستاده، عمر داخل شد در یک حالت ایستاده، اما عثمان داخل شد شما خیسته نشسته و لبهای یعنی دامن روش کرده، پایه ها رو بار کرده. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که آیا
من از شخصیتی که از او ملائکه های آسمان شرم می‌دارن از او شرم ندارم، از او حیا نکنم. گفتن از عثمان ملائکه های آسمان حیا میکنند از حیای عثمان. یعنی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بسیار شخصیتی با حیا بودند و حضرت عثمان در دوام حیاتشون خدمت‌های زیاد در اسلام کردند. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یکی از خدمت‌های مشهوری که تا امروز خوبیش در ما هم رسیده ایستاده است این جمع کردن قرآن بود. حضرت عثمان کاتب قرآن، نویسنده قرآن بودند. تا زمان حضرت عثمان قرآن مردم در ذهن‌هاشون می‌دانستند، یعنی قرآن نازل می‌شد، پیغمبر بزرگوار با چند تعداد میگفتن اونها حفظ می‌کردند، یعنی از یاد می‌کردند، اما در کتاب نبود. و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خدمتی که کرد این قرآن نوشته کرد، یعنی کتاب کرد و جمع کرد که الحمدلله تا امروز ما از روی قرآن یعنی کتاب می‌خوانیم. این خدمت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. حضرت عثمان میگه عادتی داشتن که عادتی دائمیشون در یک رکعت نماز کل قرآن ختم میکردن. شبی نبود یا روزی نبود که حضرت یک بار قرآن ختم نکرده باشه. حضرت دائم میگه عادت دائمیشون تلاوت و یعنی قرائت قرآن. بسیار شخصیت یعنی پرهیزگار، خدا ترس، دلسوز و مهربان بودند. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه در مدینه منوره میگه یک چاهی بود که از یک یهودی بود. اون آب یهودی بسیار قیمت به مسلمان ها میفروخت. دیگر خدمتی که حضرت کردن میگه اون یهودی آب بسیار قیمت به این یعنی مردم اهل مدینه میفروخت. بعد از اون حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه میگه نزد وی رفتن، دیدن که حالت مسلمان ها بسیار دشوار است، اکثرا کم بغل بودن، نادار بودن. بعد حضرت عثمان نزدش رفت، گو ای فلانی، گو بیام چاه تا به من فروش. این شخصیت گو که نه، گو این کار تجارت سودای من از روی این چاه است، گو من یا نمیفروشم، از این درآمدی کلان دارم، فایده کلان میکنم. حضرت عثمان میگه بسیار انسانی زیرک و با عقل بودن. گفتم بیا نباشه، گفتم بیا یک مصلحت میکنیم. این چاه که یعنی تجارت سوداگری و درآمدی تو باشه، بیا مصلحت میکنیم همین چاه 2 روز شب من فروش، منم کار کنم، منم تجارتکار و سوداگر هستم، 2 روز دیگهش از شما. میگه این شخصیت کمی فکر کرد. حضرت میگه یک پول کلانه براش گفتن که پول خیلی زیاد برات میدهیم. قصه کوتاه، وقت پول کلان گذاشت حضرت عثمان، این یهودی راضی شد. حضرت عثمان میگه 2 روزی اون چاه یعنی که خرید. روزهایی که نوبت حضرت عثمان میبود، حضرت میگه تمامی مردم اهل مدینه مسلمان ها رو میگفتن که به پول برو به آب بیاره و 2 روزه دیگه اون ذخیره کنه تا اینکه نخره شما. 2 روزه که نوبتش بود، حضرت میگه چاه آزاد گذاشت که هر کسی که آب در کاشه برو و آب بیاره و آب یعنی بدوشه، آبش ذخیره کنه. همه مردم می آوردن. وقتی نوبت اون یهودی میشه، شخصیتی با آب دیگر نمیرفت. رفته دید که یگان درآمد دیگر نیست براش. بعد از اون خودش نزد حضرت عثمان آمد، گفت عثمان بیام چاه یک بارگی بخر. گفت من دیگر درآمد چه خیلی از نوبت من مردم نمیخرن آب. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه اون چاه خرید و وقت گذاشت. تا امروز چاه با نام حضرت عثمان در مدینه منوره است که حاجی ها میرن از اون آب میخورن، از اون آب می‌نوشن. ببینه این یکی از سخاوتمندی و یکی از چی هست؟ از جوانمردی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه است. و حضرت عثمان شخصیتی بود که روز در یک غزوه، در یک جنگی که بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها بود، خیلی قوت مسلمان ها ضعیف و پستی بود، کمی بود که نادار بودند. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن که آیا هست شخصیتی که جنت یعنی طلبگار باشه و خریداری کنه، طلبگار جنت باشه، جنت بخواه که از خود کنه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه پرسیدن یا رسول الله شما چی چیز در نظر داره؟ پیغمبر بزرگوار گفتن که این لشکر ما امروز سلاح نداره، یعنی لباس جنگی نداره.
حضرت میگه از اون مال دارندگی داشتن به 1000 نفر هم لباس جنگی هم یعنی سلاح خریده آوردن. میگه بچنان پیغمبر بزرگوار خرسند شدن که حتی میگه از چشمهای مبارک آب روان شد، آبی دیدش. حضرت عثمان دستش گرفتن، میگه از خانه بیرون شدن. پیغمبر بزرگوار دست برداشتن گفتن اللهم انا راضی من عثمان فرضا عنه. گفتن ای پروردگار من از عثمان راضی شدم، تم از عثمان راضی شدم. ای پروردگار گفتن من از عثمان راضی شدم. ای پروردگار گفتن تو هم از عثمان راضی شد. یعنی که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه اون شخصیتی بودن که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در حقش خیلی دعای خوب کرد. گفتن حتی پیغمبر بزرگوار گفتن که بعد از این حضرت عثمان هیچ یگان چیز ضرر نمیکنه، یگان چیز براش ضرر نمیسونه، ضرر نمیرسونه. بعد از این که یعنی این غیرت بلندی و همت بلندی نکرد. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه در زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بسیار قحطی آمد. این قصه را چند روز پیش هم نقل کرده بودیم. قحطی از حد زیاد آمد که مردم دیگه حتی خوراکه همون روزه خوردنی نداشتن. خوراکه تماما نبود. مردم همه جمع زدن نزد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه آمدن. گفتن ای حضرت امروز خوراکه نیست، مردم همه گرسنه هستند، یک علاج کار بکن، یک فکری کنه، مردم همه هلاک میشن از گرسنگی را. حضرت ابوبکر میگه کرامات کردن و سوی مردم گفتن که شما تا نماز عصر صبر کنه، از خداوند امید است که خبر ریزق شما میرسه. نماز عصر بود. از حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه 70 اشتر از گندم و از مویز از خرما در مدینه داخل شد. 70 اشتر بار، یعنی 70 اشتر در بالای اونها گندم و مویز و خرما بار بود. وقتی داخل مدینه شد تمامی سوداگرها، تجارتکارها میگن نزد حضرت عثمان آمدن. تن عثمان ما در هر 1 کیلو گندم یا اینکه هر 1 کیلو مویز، هر 1 کیلو خرما 2 برابر قیمت ما قیمت میگذاریم، ما میخریم و دیگر سوداگرها را ندید. امروز در مدینه نیست خوراکه، به هر نرخ این مردم از ما خریداری میکنن. حضرت عثمان گفتن یک شخصیت پیدا شده است قیمت‌تر میخرد. اینها 2 برابر، 3 برابر، حتی تا 10 برابر یعنی قیمت همین چیزها را برداشتن. حضرت عثمان گفتن ذات پیدا شده است که در هر 1 کیلو من 700 برابر زیاد وعده کرده است. این شخصیت ها یعنی تجارتکارها، سوداگرها گفتن که از دست ما چنین نمیره، ما این کار کرده نمیتونیم. بعد از آن پرسیدم گفتن ای حضرت او شخصیت او ذات کی است که یعنی 700 برابر قیمت خریداری میکنن؟ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه گفتن الله رب العالمین. الله در قرآن وعده کرده است که در هر 1 سوم در همین دنیا 700 سوم برای تو میدیم. در هر 1 دانه گندم 700 برابر برکت زیادتی را برای شما میارم. ای مردم شما شاهد باشه این 70 اشتر باره من در کمبغل‌ها و محتاج‌های اهل مدینه صدقه کردم. 70 اشتر باره یعنی در این مردم من بخشیدم. ببینه برادر چی غیرت بلنده، چی همت بلند. امروز عثمان‌های ما در کجا هستند؟ امروز ابوبکرهای ما در کجا هستند؟ امروز الحمدلله در جامعه ما دارنده ها و بای‌های هستند که از عثمان ابوبکر در بای‌تر هستند، اما خصلت و فعلش ابو جهل شده است. ابو جهل صفت شدن، ابوبکر صفت نه، ابو جهل صفت شدن. امروز حتی زکات بعضیش میان میگن که حضرت نصاب زکات چند سومه؟ تا حد امام میدانم شاید که 10 سال شد که صاحب نصاب هستن اونها، شاید که 10 سال شد در گردن اونها زکات فرض است، نمیدونم برای چی برای زکات ندادن. زکات دادگی نیست. میگن حضرت نصاب زکات چند سوم باشه امسال؟ زکات نصاب امسال سال دیگر نداره، اما وقت یک است. اما از بس که زکات دادگی نیستن میگن نصاب زکات چند سوم باشه امسال. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه در اسلام بسیار خدمت کردند. نه تنها یعنی سخاوتمندی شو، بلکه در زمان خلافت چون که یعنی 11.5 سال 11 سال و 6 ماه خلافت کردن، در زمانش حضرت بسیار یعنی
امری خلافت، امر یعنی سرداری را به خوبی انجام دادن حضرت، که اسلام هم در دور زمانش خیلی یعنی قوت پیدا کرد. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و حضرت عثمان در آخری لحظه های حیاتش، البته پیغمبر بزرگوار حضرت عثمان باری هم خبر کرده بود برای شهادت شد، یعنی برای شهید شدنش، تا که ای عثمان آخر تو از دست منافق ها و از دست انسان های فتنه انداز شهید میشوی، جام شهادت مینوشی. در روزهای گذشته حدیث خواندیم پیغمبر بزرگوار همراه حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان در بالای کوه احد بلند شدند. احد در زیر پاشون در لرزه در آمد، در جنبش در آمد. بعضی از شارح‌ها شرح میگن احد مینازی، افتخار میکرد که امروز نبی پیغمبر بزرگوار همراهی یارهاش در بالای من بلند شده است. میگه در زیر پاش احد در جنبیدن در آمد. پیغمبر بزرگوار پای مبارک در بالای احد زدن، گفتن اسبد احد، گفتن آرام شو ای احد، ای کوه احد آرام شو، فإن علیک نبی و صدیق و شهیدانی، تن زیرا اینکه در بالای تو پیغمبر این امت و در بالای تو صدیق و راستگوی این امت و در بالای تو دو شهید این امت است. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه از او لحظه شهادت می‌دانستند. بعد از اینم پیغمبر بزرگوار بار دیگر هم گفتند که ای عثمان تو بسیار یعنی در صورت حالت بظلم کشته میشوی، از روی یعنی منافق ها و انسان های خیانتکار تو مظلومانه کشته میشوی. حضرت دشمن ها، البته دشمن های اسلام در همه دور و زمان نقشه میکشند تا اقامت اسلام رو بشکنند، اما از دست اونها چیزی نمی آید. نقشه کشیدن، حضرت یعنی تهمت کردن، از نامش یک نامه دروغی نوشتن که گویا با یک گروه از خیانتکارها و با یک گروه یعنی غیری ها عهد کرده از حضرت همکاری میکنه. از نام حضرت نامه نوشتن. وقتی نامه نوشتن بعضی از منافق هایی که ایمان آورده بودن در بین مسلمان ها میگشتن، اینها هم میگه یک شور و فتنه برپا کردن در مدینه منوره و وزید حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خیستند. وزید حضرت خیستند. حضرت میگه یعنی گیرد خانهش محکم کردن، حضرت نمیماند که از خانه بیرون شود، خیلی عذاب میدادن، آزار میدادن. حضرت خوشم انسان پیر شده و سال رفته بود. حتی میگه در این فتنه بعضی از شخصیت هایی که یعنی مسلمان واقعی بودن باور کردن، اونها هم از اون جمله فرزند حضرت ابوبکر محمد بن ابوبکر اونم شریک شد که در روایت میکنه که وقتی که داخل شد نزد حضرت عثمان، حضرت میگه پیرمرد خیلی سال رفته شده بود، قامت چند زده قرآن میخوان. فرزند حضرت ابوبکر میگه از ریش مبارک حضرت عثمان قپی برداشت، پیرمرد برداشت، میگه از جاش خیزان. حضرت عثمان یگان سخن زیادتی نگفتن، گفتن که ای محمد، گفتن ای فرزند ابوبکر، اگر پدرت زنده میبود این کاری که را میدید در حیات تو را نمیبخشید. افسوس که امروز پدرت حیات نیست. گفت وقتی فرزند حضرت ابوبکر چنین این سخن شنیدن، میگه از در بیرون شدن. از در بیرون شدن. در این فرصت اون منافق ها وقت یافتن، میگه چیکار کردن؟ داخل شدن. حضرت یعنی شمشیر قطعی از کفا ناجوان مردانه زدن. وقتی زدن میگه یکمین قطره یک از خون حضرت چکید در بالای قرآن، در آیت چکید که اون آیت هم یعنی بشارت برای یعنی بی‌عیبی و ناخیانتکاری حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه میگه. آیت در سوره بقره است. رب العالمین میگه فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم. پروردگار ای عثمان برای حقیقت بودن تو و برای انتقام گرفتن از این دشمنها و خیانتکارهایی که امروز تو را مظلومانه کشتن، خداوند خودش بسنده هست. خداوند خودش بسنده هست که تو حق هستی و اینها ناحق هستند. قطره خونش میگه در بالای این آیت، در بالای این آیت که بعضی از تعریف ها هست که اون قرآن تا امروز هم هست، اون داغی خون حضرت عثمان در بالای همون آیت چکیده داغ زدگی استادگی است که حضرت عثمان یعنی ناجوان مردانه شهید کردند. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم
برای حضرت عثمان گفتن که شخصیت هایی که تو را میکشن اونها در آتش سوزانده میشوند در همین دنیا. روایت میکنه که فرزند حضرت ابوبکر صدیق هر کدام اونها در دوام، یعنی وقتی مسلمان ها فهمیدن که ناحق هستند اونها کشته شدن، نابود شدن، اما فرزند حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میگه یک سفر تجارتی چی سفری کرد، به یک شهر رفت، در اونجا میگه یک گروه مردمی یعنی بیرحم و بی انصاف بیگانه دیدن در اون شهر، میگه شاید دزدی شده بود، چی کمبودی شده بود، این شخصیت خط میدن، حکم و قانون اونها همین بوده که انسانی خیانتکار آتش میزدن، میسوزاندن. میگه فرزند حضرت ابوبکر صدیق در اونجا سوزاندن، یعنی آتش زدن. پیغمبر بزرگوار چیزی که در حقیقت یعنی این گفته بود او چیز در اصل شی. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در وصف حضرت یعنی عثمان گفتن که یا عثمان این لکل نبی رفیقا و انت رفیقی فی الجنه. گفتن ای عثمان تمام پیغمبر یک رفیق دوست داره، اما تو رفیقی من هستی در جنت، تو دوستی من هستی در جنت، تو همنشین و یعنی همراهی من هستی در جنت. و اون حدیثی که حدیث عشره مبشره بود که 10 نفر پیغمبر بزرگوار بشارتی به جنت داد، در اون حدیث حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هم داخل بود که پیغمبر بزرگوار گفتن عثمان فی الجنه، یعنی عثمان در جنت است و جنتی هست. ببینه برادر عزیز که این خلفای راشدین یعنی این خلیفه ها، جاینشین های پیغمبر که بعد از پیغمبر خلافت کردند، در اسلام خدمت کردند و اسلام در روی عالم پهن کردند، آخر حتی در راه اسلام کشته شدند. حتی از همه عزیزتر جان از براشون، جانشون هم فدای راه یعنی خدا کرد. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه اون وقتی که پیغمبر بزرگوار در مکه بود تا هجرت، تا تمام حالت، در تمام غم و ناراحتی جناب پیغمبر شریک بودند. هر آزار و رنجی که پیغمبر بزرگوار از جانب مشرک ها میدیدند، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه اونم یعنی که میدیدن، اون از بالای حضرت عثمان هم میگذشتن. یعنی بالاخره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه در راه یعنی خدا، در راه دین، در راه شریعت کشته شد. این بود یعنی آن چیز کوتاهی که از تعریف حیات حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه برای شما ان شاء الله گفتیم. اگر خدا فرصت